در سرتاسر جهان مکانهایی وجود دارند که به دلایلی مختلف از دسترسی عمومی محروم شدند. این مکانها با رازها و داستانهای خود جلب توجه و کنجکاوی را فرا می‌خوانند. در این ویدیو قرار است به 3 مکان فوق ممنوع در جهان و علت ممنوع بودن آنها از دسترسی مردم بپردازیم. پوولیا یک جزیره ممنوع واقع شده در شمال ایتالیا است و در خلیج ونیزیا در فاصله کمتر از نیم مایلی شهر ونیز قرار دارد. جزیره پوولیا به عنوان یک مقصد گردشگری مشهور نیست، اما به علت تاریخ و داستان‌های عجیب خود کنجکاوی را برای علاقه‌مندان به مکان‌های تاریخی و مرموز بیشتر می‌کند. این جزیره به علت سابقه تاریخی خود به جزیره شیاطین معروف شده است. در گذشته این جزیره شاهد واقعه‌هایی مانند طاعون بوده و این جزیره به عنوان ایستگاه قرنطینه طاعون استفاده می‌شد. به طور کلی گفته می‌شود که این جزیره محل زندگی بیش از 160,000 نفر فرد مبتلا بوده است. در قرن 14 میلادی در طی وقوع طاعون در ایتالیا، جزیره پوولیا برای دفن تعداد زیادی از جانباختگان این بیماری استفاده می‌شد. گفته می‌شود در طول این دوره جزیره برای دفن میلیون‌ها جسد استفاده شده که بسیاری از این جسدها به طور نامناسب و ناشی از بیماری‌های دیگر دفن شدند. گفته می‌شود که 50% از خاک پوولیا از خاکستر انسان است. همچنین در سال 1992 یک بیمارستان روانی در جزیره افتتاح شد که برای نگهداری بیماران روانی بود. این بیمارستان با افسانه‌های همراه بود که ادعا می‌شود پزشکان از روش‌های ترسناکی برای درمان بیماران استفاده می‌کردند. این درمان‌ها به این صورت بودند: این روش به معنای حفر یک سوراخ در جمجمه بیمار بود. اعتقاد بر این بود که با ایجاد یک سوراخ ارواح شیطانی یا بیماری‌های روحی از بدن بیمار خارج می‌شوند. این روش که در قرن‌های گذشته هم استفاده می‌شده بسیار خطرناک بوده و می‌توانست به آسیب مغزی و حتی مرگ بیمار منجر شود. در این روش بیماران روانی را به صورت بسته شده قرار می‌دادند. این روش با هدف کنترل رفتار بیماران و جلوگیری از خطرات بیماری‌ها استفاده می‌شد، اما می‌توانست به آسیب روانی بیماران بیانجامد. تراشیدگی یا لوبوتومی روشی بود که در آن بخشی از مغز بیمار با جراحی تخریب می‌شد. این روش با هدف تسکین علائم اختلالات روانی مانند افسردگی و اضطراب استفاده می‌شد و حتی می‌توانست بیماران را آرام‌تر کند، اما اغلب به عواقب جانبی جدی از جمله تغییرات شخصیتی و مشکلات شدید شناختی منجر می‌شد. این روش شامل اعمال شوک الکتریکی به مغز بیمار با هدف تولید تشنج است. این روش در برخی موارد مانند افسردگی شدید و اسکیزوفرنی مقاوم در برابر درمان دارویی استفاده می‌شد، اما در گذشته این روش با تنظیمات نامناسب می‌توانست به مغز ضربه وارد کند. اکنون پوولیا متروکه شده و یکی از خالی از سکنه‌ترین و تسخیر شده ترین مکان‌های روی زمین است و همچنین دسترسی عمومی به آن ممنوع و غیر ممکن است. اما فقط در برخی مواقع عکاسان و نویسندگان می توانند به جزیره بروند. برخی از افرادی که به آنجا رفتند ادعا کردند که جزیره پوولیا مورد تسخیر روحانیون شرور و شیاطین قرار گرفته است. این ادعاها شامل داستان‌هایی از جمله وقایع ماوراءالطبیعه می شود. اخیراً برخی از توسعه دهندگان و خریداران جزیره پوولیا به منظور بازسازی و تبدیل آن به یک مکان توریستی مدرن آن را مورد بررسی قرار دادند، اما هنوز تصمیمات نهایی اتخاذ نشده است و پوولیا از زمان بسته شدن بیمارستان روانی در دهه 1960 تا کنون یک ناحیه ممنوعه و همچنین مرموز باقی مانده است. ذخایر طلای آمریکا جایی است که ورود به آن با تهدیداتی جدی مواجه است. فورت ناکس در حال حاضر نزدیک به 148 میلیون اونس طلا را در خود جای داده است. دولت میگوید ارزش دفتری آن 6 میلیارد و 200 میلیون دلار است. با این حال بر اساس قیمت ثابتی که مقامات دولتی آمریکا در سال 1973 تعیین کردند، بر اساس ارزش امروزی بازار طلا، ارزش ذخایر فورت ناکس به طور کلی 273 میلیارد و 700 میلیون دلار است. اکثر طلاهای فورت ناکس به شکل شمشای 27 پوندی است و مقدار زیادی از آن هم سکه‌های طلا است. یک سوال رایج بین آمریکایی‌ها وجود دارد که آیا واقعاً طلا در فورت ناکس است؟ نظریه پردازان توطئه اصرار دارند که دولت مخفیانه طلاها را فروخته و شمشای طلای موجود در فورت ناکس در واقع آجرهایی هستند که به رنگ طلا رنگ براق زده شدند که شبیه به فلزات گرانبها هستند.
اما هیچ راهی برای خارجی‌ها وجود ندارد که با اطمینان بگویند که آیا واقعا شمش وجود دارد یا اینکه تمام آن جعلی است، زیرا افراد بیرونی به ندرت می‌توانند به داخل فورت ناکس بروند. وقتی که استیو منوچین وزیر سابق خزانه‌داری آمریکا به همراه میچ مک‌کانل رهبر اکثریت سنا بازدید نادری از سوی خارجی‌ها را برای بررسی ذخایر طلای داخل تاق فورت ناکس انجام دادند، هر دوی آنها با شمش‌های طلا در فورت ناکس عکس گرفتند. پس از آن منوچین در پاسخی به توطئه‌گران گفت: خوشحالم که طلا امن است. علاوه بر این، تنها یک رئیس جمهور آمریکا تا به حال به داخل فورت ناکس رفته است. رئیس جمهور وقت فرانکلین روزولت دستور ساخت فورت ناکس را در دهه 1930 صادر کرد، به این علت که ذخایر طلای آمریکا از تهاجم دشمنان در امان باشند. بعدها روزولت یعنی در سال 1943 تنها رئیس جمهوری شد که قدم به داخل گذاشت. در ساخت فورت ناکس 4200 یارد مکعب بتن، 750 تن فولاد تقویت شده، 16000 فوت مکعب گرانیت و 670 تن فولاد ساختاری به کار گرفته شده است که فقط هزینه ساخت آن در دهه 1930 فقط $560,000 بود. گفته می شود سقف آن به قدری مقاوم است که حتی بمب هم نمی تواند آسیبی به آن بزند و همچنین درپای داخلی خزانه 22 تن وزن دارند. این خزانه به قدری محرمانه است که حتی هیچ کس از کل ترکیبات ساخت درب آن هم خبر ندارد. اما این مهم نیست. چالش اصلی برای هر مزاحم در وهله اول رسیدن به ساختمان است. زیرا فورت ناکس توسط اعضای پلیس زرابخانه ایالات متحده که یکی از قدیمی‌ترین آژانس‌های اجرای قانون فدرال است، محافظت می‌شود. همچنین فورت ناکس در مرکز یک پست ارتش ایالات متحده به وسعت 109,000 هکتار قرار دارد و یک زمین آموزشی برای نیروهای نظامی است. اینها دلایلی هستند که فورت ناکس یک مکان کاملا ممنوعه برای افراد متفرقه است. بریده شده در کنار کوهی در جزیره اسفالبارد نروژ، یکی از امن‌ترین و ممنوع‌ترین مکان‌های روی زمین واقع شده است. این مکان خزانه جهانی اسفالبارد نام دارد که ورود به آن به وسیله یک مجتمع تونل‌های بتنی و راهروهای فولادی صورت می‌گیرد. این خزانه یک بانک بذر بین‌المللی است که در یکی از سردترین مناطق قطب شمال قرار دارد. هدف اصلی این خزانه حفظ و نگهداری نمونه‌هایی از بذرهای مختلف از تمامی گیاهان مهم در سراسر جهان است و هدف از نگهداری این بذرها این است که در صورت وقوع بلایای طبیعی یا جنگ‌های گسترده و ویرانگر انسان از دسترسی به همچین منابعی محروم نباشد. بذرهایی که در خزانه اسفالبارد نگهداری می‌شوند در پاکت‌های کاغذی قرار دارند و با دمای 18 درجه سانتیگراد نگهداری می‌شوند. این خزانه قابلیت نگهداری بیش از 4.5 میلیون بذر را دارد و هر کشوری بذرهای مهم خود را به این خزانه ارسال می‌کند تا در صورت شرایطی که تمام حیات گیاهان از بین رفتند و نیاز به بازیابی آنها برای تولید مجدد بود، استخراج شوند. در حال حاضر خزانه دارای بیش از 1,100,000 بذر است که از هر گوشه جهان به آنجا فرستاده شده است. اینها بذرهایی مانند ذرت، برنج، گندم و لوبیا تا بادمجان و کاهو و سیب زمینی و جو را شامل می شوند و در حال حاضر این خزانه متنوع‌ترین مجموعه بذرهای محصولات غذایی در جهان را به خود جای داده است. خزانه اسفالبارد در سال 2008 به عنوان یک پروژه توسط بانک بین‌المللی بذر راه اندازی شد. این پروژه با همکاری دولت نروژ و سایر کشورها و سازمانها از جمله برنامه غذایی جهانی و سازمان ملل متحد برای حفظ تنوع ژنتیکی گیاهان و امنیت غذایی جهانی تدارک دیده شد. فقط افرادی که در آنجا کار می‌کنند اجازه ورود به خزانه را دارند و این مکان با چندین در و ویژگی‌های امنیتی محافظت می‌شود. اگر افراد متفرقه خواهان این باشند که وارد خزانه شوند، برای آنها شرایط و مقررات خاصی وجود دارد که باید رعایت شوند. این شرایط و مقررات عموماً توسط بانک بین‌المللی بذر و سازمان جهانی غذا و کشاورزی تعیین می‌شوند. دسترسی به خزانه جهانی اسفالبارد معمولاً به افراد و سازمان‌های اعطا می‌شود که در حوزه تحقیقاتی یا توسعه در زمینه ژنتیک گیاهان فعالیت می‌کنند و معمولاً باید یک برنامه مشخص برای استفاده از نمونه‌های بذر ارائه شود. این برنامه باید شامل اهداف و روش‌های تحقیقاتی باشد. افراد باید تعهدات حفاظتی را قبول کنند و موافقت کنند که نمونه‌های بذر را به صورت مسئولانه و با رعایت قوانین و مقررات مربوطه استفاده کنند.
همچنین برای دسترسی به خزانه معمولاً نیاز به دریافت مجوز و همکاری با سازمان‌های مربوطه است. در سراسر جهان بیش از 1700 بانک ژن مجموعه دار محصولات غذایی را نگهداری می‌کنند، اما با این حال بسیاری از آنها آسیب پذیر هستند و نه تنها در معرض بلایای طبیعی و جنگ، بلکه در معرض بلایای قابل اجتناب مانند مدیریت ضعیف یا کمبود بودجه هستند. در حدی که اگر یک فریزر که درست کار نمی کند به راحتی می تواند کل مجموعه بذری را که در خود جای داده است خراب کند. به همین امر خزانه جهانی اسفالبارد یک مکان کاملا امن و مجهز برای نگهداری انواع بذر است. نظرات خود را راجع به این ویدیو در کامنت ها بنویسید و برای اطلاع از ویدیوهای بعدی عضو کانال ما شوید.